که رفقا دلپیچه دارم، من خارش گاهیدم، زیادی غذا خوردم. یکی دو ساعت، یه ساعت دیگه میرسم خونه. من دیشب ساعت 9:30 رفتم تو رخت خواب. انقدر خوشحال بودم که میخوام 4 صبح بیدار شم. خوابیدم، ساعت 11 بلند شدم، یه پروتئین شیک خوردم. بعد که بیدار شدم فکر کردم صبح شده، دیدم کسکی شده 11:10. روز خوبی داشتم برای تهیه آذوقه. خدا رو لطف خدا. میرم خونه 2-3 ساعت میخوابم، ساعت 3-4 میرم پا میزنم و بعد میام خونه. این دستگاه ماساژ دارم مال پا، اون موقع $2000 کسکش خریدم، دوباره هم استفاده نکردم. بنگی بودیم، حوصله نداشتیم که میخوام اون استفاده کنم و بعدم شب آرایشگره میاد دیگه. خیلی خستم، قیافم معلومه. حاجی علفو که ترک کردم، از امروز یک کلمه فحش دیگه نباید تو رانندگی به مردم. فحشی که میدم، فحش نمیتونم، مثلا بدون فحش نمیتونم صحبت کنم، متاسفانه. چه بدبختی آخه. دیگه به مردم فحش نمیدم از امروز. این مردم که بد رانندگی میکنن، آقا فحشو میدیم، هنوز کلمه آخره مثلا میگم خارکسته، ه تموم نشده میگیم خدایا گو خوردم، با همون ه ادامه میدم دیگه، نمیگم خدایا، میگم خدایا. چون بگین خارکسته ه داره تهش دیگه، سریع باید پشیمون میشم میگم خدایا گو خوردم. خدا خودش میدونه دیگه. خدا میشه یکی از فامیلای نزدیک خدا، چون خدا میگه که فحش میدی مستقیم میدی با من صحبت کنید، با مشاورای من صحبت بکنید. خدا یکی از فامیلای خداست. میدونی که همین کسچرها رو خودم هم باور میکنم دیگه. له هم له. ریشم که بلند میشه، موهام که خنجوری میشه، انرژی بدن منو میگیره. من برم خونه، اولین کاری که میکنم یه دوش حتما با 2-3 ساعت بخوابم. چون با این خونه حال میکنم، الان بخوابم بیدار شم، واو انرژی من، یعنی باور بکن هرچی کنکش ناله کن میکنه. بخوابم، رسیدم خونه، حالا تو رخت خواب احتمالاً باید ذره با شما صحبت بکنم و بخوابم دیگه. خیلی خوشحالم حاجی، اصلا باورتون نمیشه. حال و روز من برگشت به زندگی عادی. من خار مادرت گاییدم، کسکش مثل خاری نمانتر. چیر تو ناموست مادر جنده خارکسته کسکش. چه فوش بدی، به خدای من گوه خوردم. فاک، اینو نباید میگفتم. آقا سنتون زیر 18 ساله، خدا شاهده منو نگاه نکنین، بذارین 18 شما رد بشه بیاین با من آشنا بشین. اصلا من به درد زیر سن 18 نمیخورم، خدا شاهده بکنم. اگه زیر 18 هستی عمو رو نگاه نکنین، عمو به درد شما نمیخوره، عمو درد سر میشه. اگر هم که میخواین نگاه بکنین، یه دونه یاروها توی گوشتون بذارین تو خونه دیگه. همین دیگه. آواز من برم، خداحافظ، با ولش کن.